عرض سلام و درود فراوان خدمت همه دوستای گلی که دارن این ویدیو رو تماشا میکنن. امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. با یه ویدیوی دیگه از کانال خودتون خدمت شما دوستای گل خودم هستم و قراره یه صرافی خیلی خفن رو بهتون معرفی کنم. به خاطر حالا شرایط تحریما نمیتونیم از خیلی از صرافی‌ها مثل بایننس، اوکی ایکس، بای بیت و کلی صرافی دیگه استفاده کنیم. امروز براتون یه صرافی آوردم که نیازی به احراز هویت نداره. ارزم به حضورتون فیلتر شکن نیاز نداره، میتونید خیلی راحت استفاده کنید. رابطش هم با کشورهای مثل ایران اوکیه و جایزه هم داره. یه جایزه $100 داره و یه سری جوایز دیگه که حالا یه سری شرایط داره بهتون میگم. اون $100 رو میتونین با ثبت نام بگیرین، ولی نمیخوام دیدتون به این ویدیو طوری باشه که مثلا برین ثبت نام کنید بونوس رو نگیرین، اون جایزه $100 رو نگیرین، بگین علیرضا تو چرا دروغ گفتی. خب چون دیگه واقعا تعارف که نداریم، صرافی مال من نیست، مال بابای منم نیستش و ممکنه بنا به دلایلی بهتون بونوس رو ندن. حالا یه سری نکات هست من بهتون میگم، اونا رو رعایت کنین. همون لحظه اول که ثبت نام کنید بهتون بونوس رو میدن، یعنی زمانی هم طول نمیکشه. ولی به هر حال دیگه صرافیه دیگه. دلم نمیخواد زیر ویدئوی مثلا بعدی من یا زیر این ویدیو بنویسی که دروغ گفتی یا چه میدونم به من بونوس نداد، به من مثلا بیای فوش بدی. این رفتاره رو واقعا دوست ندارم، برای همین نمیخوام به دید تبلیغات به این ویدیو نگاه کنی. میخوام این صرافی رو بهت معرفی کنم، اگه صرافی نداری ازش استفاده کنی، حالشو ببری و هیچی به جز این دیگه نداریم. حالا اون بونوس هم اگه گرفتی بهت دادن که نوش جونت، برو استفاده بکن. اما خب دیگه صحبت اضافه بسه، بریم سراغ اصل مطلب. صرافی که قراره بهتون معرفی بکنم صرافی توبیت که داخل کوین مارکت کپ از نظر یعنی توی بخش اثبات صرافی‌ها رتبه 31 داره و توی بخش فیوچرز هم رتبه 23 داره. لینک صرافی رو براتون میذارم تو دیسکریپشن و حالا اگه شد تو کامنت ها میذارم، ولی همون دیسکریپشن میذارم، ولش کن. میتونی ثبت نام بکنی. فقط دقت کن اگه میخوای بونوس رو بگیری، اون جایزه $100 رو بگیری، با لینک من باید حتما وارد بشی و اینجا عکس منو باید ببینی. اوکی، اینجا پروفایل منو باید ببینی. بعد اینجا ایمیل تو وارد میکنی، پسوردت هم وارد میکنی. اینجا بخش کدم باید همون کد خودمون باشه که اگه با لینک من وارد بشی به صورت خودکار برات پر میشه و نیاز نیست شما اینجا چیزی بنویسین. فقط باید ایمیلتون و پسوردتون رو وارد کنین. دقت کنین که توی این بخش با ایمیل ثبت نام کنید، با شماره موبایل ثبت نام نکنید. اوکی، این شده از نحوه ثبت نام. فقط یه سری نکات مهم رو بگم قبل از اینکه حالا بریم بقیه مراحل رو ببینیم. یکی این که بدون فیلتر شکن واردش بشین. ممکنه با بعضی از آی پی ها برین ثبت نام کنید و بهتون بونوس رو ندن، اون جایزه $100 رو ندن. پس بدون فیلتر شکن اولین نکته هستش. دومین نکته این که حتما کد رو استفاده کنید، یعنی حتما با لینکی که من براتون میذارم وارد بشین. اگه کد رو نزنین بهتون بونوس رو نمیدن، بدون تعارف، بدون شوخی، تبلیغات نیستش. و سومی همین که چند تا اکانت نسازین، چون صرافی به خودش اجازه میده که اکانت شما رو مسدود بکنه و یا اینکه بونوس بهتون نده. پس اکانت توی هیچ صرافی چند تا اکانت نسازین، چون بیشتر صرافی‌ها روی این موضوع حساس هستن. اوکی، این سه تا رو رعایت بکنین 100% بهتون بونوس رو میدن و مشکلی نیستش. من خودم برای تستم که حالا اومدم و تست کردم، دیدم که در همون لحظه ثبت نام بهتون بونوس رو میدن. فقط دقت کنید که این کمپینشون تا 28 فوریه ادامه داره. کمپین زیاد میذارن، ممکنه حتی بعد از اینم دوباره بذارن. فقط این مبالغش متغیر. فعلا 20 روز مهلت دارین ثبت نام کنین، بعدش هم دوباره فکر کنم یه سری کمپینا میذارن که توی کانال تلگرام به احتمال زیاد بهتون اطلاع میدم. پس اولین مرحله شد که فیلتر شکن رو خاموشش میکنیم. ایمیل رو میزنیم، رمز رو میزنیم. یه سری نکات توی رمز باید حتما توجه داشته باشین بهش. بین 8 تا 20 کاراکتر باید باشه. حتما باید یه دونه حرف بزرگ و یه دونه حرف کوچیک انگلیسی داخلش باشه و باید حتما عددم داخلش باشه رمزتون. و اینجا این قوانینم حتما قبولش کنین. این تیک اولیه بر قوانین، تیکشو بزنین و خلاصه ساختن اکانت رو بزنین. بعد براتون یه دونه کپچا میادش که حالا برای من مثلا گفته 3 تا عکس صندلی رو انتخاب کن. میبینی اینجا کشیده که 3 تا عکس صندلی رو اگر انتخاب بکنین تموم کار. ثبت نام شما یه مرحله دیگه داره، هنوز انجام نشده. یه دونه کد ایمیل میشه براتون، کد رو اینجا بزنین، کار جمعه و ثبت نامتون انجام شده و وارد سایت میشین. اما خب از اینجا به بعدش رو میتونین توی سایت ادامه بدین. میتونین هم بریم برنامه موبایلیشو دانلود بکنین که خیلی راحت‌تر بتونین به کارتون ادامه بدین، چون محیطش خیلی آسان‌تره و دقیقاً شبیه صرافی‌های ایرانیه. یعنی دیگه نیازی نیست من آموزشی بذارم و موبایلشو برین برنامه موبایلیشو دانلود کنین از اپ استور یا گوگل پلی. بعد از اینکه دانلودش کنین
یه همچین چیزی رو میبینین و اگه فارسی نبود برای شما اینجا وارد این بخش بشین. توی همین بخش که اومدین توی بخش اولویت ها اگه وارد بشین، حالا شاید اگر انگلیسی باشه چیز دیگه ای باشه، همین اولی رو بزنین میان توی بخش اولویت ها و اینجا میتونین زبان رو تغییرش بدین و روی فارسی بذارین. حالا اگه دیدین که به هم ریخت یه بار برنامه رو ببندین و دوباره بازش کنین، همه چی اوکی میشه. برگردین به صفحه اصلی. حالا باید روی ورود یا ثبت نام کلیک بکنین، این بالا روی ورود به سیستم بزنین و اینجا ایمیل خودتون رو وارد کنین. بعدش که روی مرحله بعد بزنین رمزم باید وارد کنین، همون اطلاعاتی که توی سایت وارد کردین و همینجا وارد میکنین و خیلی راحت وارد برنامه موبایلیشون میشین و میبینید که خیلی ساده است. اول از همه در رابطه با اون بونوسه توضیح بدم، چون فکر کنم تنها چیزی که حالا یه خورده سخت باشه اون بونوسه باشه. میون توی بخش مرکز جوایز وارد این بخش میشین. وارد این بخش که شدین اینجا حالا براتون یه سری وظایف مشخص کرده که شما اگه اینا رو انجام بدین میتونین یه سری بونوسای دیگه هم بگیرین که مثلا یه دونه اولین واریزی داره که یه دونه $2 بهتون میده و اولین معامله کپی ترید داره که یه دونه $10 بهتون میده و در انتها هم یه دونه از این $100 اینجا مشاهده میکنین که میتونین ازش استفاده بکنین. همونیه که داریم در رابطه باهاش صحبت میکنیم و نوشته انجام شد. اگر برای شما این نیومده بود به احتمال زیاد ممکنه که تا 7 روزم اومدنش طول بکشه. اونطوری که گفتن برای من همون لحظه‌ای که ثبت نام کردم اومدش، مال شما ممکنه تا 7 روز طول بکشه. و یه سری نکات مهمم داره، اینکه شما فقط تا 1 هفته وقت دارین ازش استفاده کنین و پوزیشنی که باش باز میکنین فقط برای 1 روز اعتبار داره، یعنی 24 ساعت. اینا رو داشته باشین. حالا برای اینکه بریم و از این استفاده کنیم باید شما تشریف بیارین توی این بخش مرکز جوایز و اگر شما روش کلیک بکنین اینجا بهتون این بونوس رو نشون میده، یعنی باید بیاین توی سربرگ بونوس و اینجا استفاده کردن رو بزنید تا بتونین ازش استفاده بکنین. و حالا یه لحظه من برمیگردم بخشای مختلفش هم نشونتون بدم. من فعلا در حد نشون دادن اینا رو بهتون نشون میدم، یعنی صحبت میکنیم در رابطه باهاش، ولی اگه مشکلی داشتین بگین که ویدئوی کاملا در رابطه با بخش اثبات و فیوچرزش بذارم. بعید میدونم اگر با صرافی ایرانی کار کرده باشین با اینا نتونین کار کنین، چون خیلی ساده است، محیطش واقعا خیلی ساده است. توی بخش اثبات رو اینجا داریم که خیلی راحت میتونین کار خودتون انجام بدین، همه چیز عین صرافی هستش. یه بخش فیوچرز هم داریم این پایینه که خیلی راحت میتونید معاملات فیوچرزتون رو اینجا انجام بدین. و حالا من برمیگردم اینجا، اگر نگاه کنین بونوس منم اینجا گذاشته، ولی من فکر کنم روی دکمه استفاده کردن که زدم اومده بونوس اینجا قرار گرفته. حالا جلوتر صحبت میکنم. یه بخش دارایی ها هم داره که همون بخش کیف پول شماست و میتونین واریز و برداشت و انتقال رو انجام بدین بین کیف پول های فیوچرز و اثبات خودتون و فکر نکنم چیز سختی باشه. باز تو کامنت ها اگه نیاز داشتین به آموزش کامل بهم بگین که براتون بذارم، دیگه نمیخوام بیشتر از این وقتتون رو بگیرم. توی همون بخش مرکز جوایز که بیاین بونوس ها اینجا $100 هستش، استفاده کردن رو میزنین و بعدش میتونین میاره شما رو توی بخش فیوچرز و اینجا شما میتونین جستجو کنین و انتخاب کنید خیلی راحت. بعد از اینکه انتخاب کردین این نکته رو بگم که روی بعضیا نمیشه. مثلا من خواستم روی کتی یا همون کتیزن بیام یه دونه ارزم به حضورتون پوزیشن باز کنم، گفت که در دسترس نیستش و فقط روی این موارد میتونین شما بیاین پوزیشن باز کنین، که به اینم توجه داشته باشین. تعدادش زیاده ولی خب دیگه حالا اینم یکی از نکات منفی این بونوس هستش. یه سری نکات منفی دیگه هم داره، مثلا همون 24 ساعت باز بودنه که فقط 24 ساعت باز میمونه اون پوزیشن شما و ارزم به حضورتون بعد از 24 ساعت به صورت خودکار اگه شما نبندینش بسته میشه. و نکته دیگه این که فقط هم میتونین با لوریج 1 باز کنین، خب با اهرم 1 باز کنین و بیشتر نمیشه. میدونم نکات منفی خیلی داره ولی خب رایگانه دیگه. اگه واقعا نیاز به صرافی دارین ثبت نام انجام بدین و حالا از این بونوس هم بگیرین استفاده بکنین و خلاصه حالشو ببرین. من خودم یه دونه روی XRP باز کردم و دارید میبینید دیگه خودش هم بعد از 24 ساعت بسته میشه. فقط یه نکته در رابطه با دوستانی که تا حالا ترید نکردن یا با مفهوم بونوس آشناییت ندارن بگم، اینکه شما دقیقاً یه پوزیشن باز میکنی خب و تا هر زمانی که دلت بخواد میتونی، یعنی تا 24 ساعت هر تایمی که دلت خواست میتونی باز نگه داری، هر موقع خواستی میتونی ببندیش و اگه سودی کرده باشی اون سودو برمی‌داری میذاری جیبت. خب یعنی به نفعته که باهاش سودی بکنی و اگه سودی نکنی حتی ضررم بکنی
ضرری به شما زده نمیشه. خب در واقع از همون بونوسه استفاده داری شما میکنی و نیازی شما پولی بیاری داخل صرافی. اوکی. و نکته خاص دیگه این نمیمونه در رابطه با اینکه حالا چطوری پوزیشن باز کنیدم دیگه نمیخواستم آموزش خاصی بذارم، ولی بذار یه صحبتی بکنم. من یه خورده این شاتام جابجا شده. شما زمانی که بزنین روی استفاده کردن، بذار من اینجا بیارم این استفاده کردن، و زمانی که بزنین همین صفحه براتون باز میشه. اینجا این بونوسه اینجا قرار میگیره و شما میتونین اینطوری شورت باز کنین با این دکمه، اینطوری هم میتونین لانگ باز کنین و از این بالا هم که گفتم میتونین انتخاب بکنین که روی چی میخواین پوزیشن باز بکنید. این هم شد از نحوه استفاده کردن. یه سری بونوس دیگه هم داره که حالا بیشترش مربوط میشه به حجمایی که شما میزنین، حجم معاملاتتون، که در رابطه با اونو صحبت نمی‌کنیم. خودش توی صفحه اول نوشته، اگه بریم بخونیم اون صفحه ثبت نام. اما یکی از بونوسایی که حالا توی این کمپینشون قرار دادن که تا 28 فوریه وقت داره اینه که اگر اولین واریزی خودتون رو به ارزم به حضورتون حساب فیوچرز بزنین، یه $50 حداقل توی حساب فیوچرزتون نگهداری کنین، تا 48 ساعت یه بونوس $150 هم بهتون تقدیم میکنن و میتونین از اونم استفاده بکنین. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. اگه سوالی داشتین توی کامنت ها ازم بپرسین. یادتون نره که قلب سفیدمون رو قرمز کنین. اگه سابسکرایب نکردین سابسکرایب کنید و حتما دکمه زنگوله رو فشار بدین و تا یه ویدیوی دیگه خدا نگهدارتون باشه.